سلام كمسك الختام. اخلاص چیست؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. مرحمت به برنامه صفت‌های مؤمنان. یکی از صفت‌های والاترین این اخلاص می باشد. اخلاص چیست؟ اخلاص در لغت به معنای صفا یعنی پاک و تازه بودن است و در اصطلاح صادق بودن بنده به خداوند در اعتقاد و عمل. یعنی بنده باید در اعتقاد و عمل بر خداوند صادق باشد. خداوند متعال از بندگانش آن عبادتها را قبول می کند که آنها با اخلاص و مخلصانه انجام داده باشند و آن عبادتهایی که بنده بی اخلاص انجام می دهد خداوند به آن عبادتها نیازی ندارد. الله سبحانه و تعالی می فرماید: هر آینه ما به راستی این کتاب را به سوی تو فرستادیم، پس در حال الله را بندگی کن و دین خود را برای او خالص گردان. سوره زمر آیت 2. در این آیت کریمه الله متعال اشاره به آن می کند که بندگان باید در راه حق اخلاص را پیشه کنند. یعنی هر کاری را که در راه الله تعالی می خواهند انجام دهند آن باید تنها برای به دست آوردن رضایت آفریدگار باشد. الله به حبیب خود محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید که مردم را دعوت نماید تا در عبادت خود هیچ گونه شرک و ریا را راه ندهند، تنها طبق قرآن کریم عمل نمایند، زیرا همه کلمات آن راست و درست بوده، هیچ یک شک و شبهه در آن وجود ندارد. خلاصه معنای اخلاص یا خاص برای خدا بودن آن است که بنده در انجام دادن عبادت تنها محبت الله تعالی و نائل گشتن به بهشت او را بخواهد. اما وقتی انسان از عبادت غیر از الله تعالی چیزی دیگری را نیز بخواهد حکمش به شرح زیرین است. یکم، اگر انسان در عبادت حاصل کردن مدح و ثنای مردم را بخواهد پس عمل او تباه گشته او به گناه کبیره یعنی به گناه خودنمایی، به گناه ریا دست میزند. دوم، اگر شخص از عمل کرده اش رسیدن به منفعت‌های دنیوی به مانند منصب و یا مال نه محبت الله تعالی را بخواهد ثواب عمل او نیز تباه گشته این عمل زشتش او را از خداوند دور می سازد. پس دوستان عزیز، هر وقتی که یگان عمل خوبی را یگان عبادتی را انجام می دهید به خود سوال کنید این عبادت را این عمل را برای چی انجام می دهید؟ اگر خالصانه برای خداوند باشد آن را انجام بدهید و انشاءالله ثواب او را می گیرید. و اگر دانید که نیت شما برای خداوند نیست، برای مال این دنیا است یا برای خودنمایش است یا برای چیزی دیگری است، پس پیش از انجام دادن این عمل نیت خود را اصلاح کنید تا عمل شما خاص برای خداوند باشد، تا خداوند آن را از شما قبول گرداند و به شما ثواب بدهد. پس اخلاص را در عمل فراموش نکنیم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.